150,000 دانه گلی لاله مرکز شهر خوجند را زیب می‌دهد. احتمال است که این لاله ها ماه مارس سال 2021 انکشاف یابند. برای عملی شدن این کار و لاله‌زارکنی شهر خوجند کارهای آبادانی شروع گردیده است. مساحت میدان آرایشی مرکز شهر زیاده از 2000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. به جز گلی لاله اینچنین درختان نادر از جمله سرو خیرامان و مگنولیا شنانیده خواهد شد که آن را متخصصان از کشورهای خارجی از جمله روسیه و ترکیه وارد می‌نمایند. حالا باشد با واسطه 34 نقلیات بارکشانی خاکی نو و 4 نقلیات تمغه کم از پارو به میدان لاله‌زارکنی ریخته شد. در وقتی دسترس شدن تخمی لاله کارهای شناندن لاله آغاز می‌یابد. غیر از آن از طرف قطعه چراغانکنی در مرکزی میدانمون زیاده از 10 ستونپایه‌های حاضر زمان شنانده می‌شود و با چراغ‌های سویت دیودی و ستونپایه‌های بتونی عوض کرده می‌شود. در شهر خوجند از مجسمه لاچین تا خیابان اسماعیلی سامانی کارهای آبادانی ادامه دارد. اینچنین عوض نمودن 10 عدد ستونپایه‌های حاضر زمان در نقشه است. غفران مرادوف سرمهندس کارخانه واحد دولتی کمونالی سرریاست آبادانی و خواجگی منزل کمونالی شهر خوجند از رفت کارهای آبادانی معلومات داد. شاهراه اسماعیلی سامانی از موضع لاچین بلابند تا مغازه موسیم ستونپایه‌ها با عوض کرده می‌شود. غیر از آن کارهای آبادانی در ساحل دریای سیر از موضع پل جشنی تا قهوه‌خانه تیمور ملیک کارهای آبادانی ادامه یافته از نو سازی کرده می‌شود. با قرار رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده 1300 روزی آبادانی به خاطر سزاوار استقبال نمودن 30 سالگی جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این کارها به راه مانده شده است. همه این اقدام ها به خاطر بهتر نمودن سیمای شهر خوجند راه اندازی می شود. قطعه کبودیزارکنی سراسر آبادانی زیاده از 8 قطعه عبارت بوده. در تمام 8 قطعه ها کارهای تیار کردن میدان، نگاهبینی درختان ادامه دارد. سراسر آبادانی و کارخانه‌های زیرتابع آن حرکت و کوشش غیرت می‌کند که تا جشنمون شهرمان را با آباد و زیبا گردانیم، تازه آزاده نگه داریم. سرریاست آبادانی و کارخانه‌های زیرتابع آن به خاطر عملی نمودن نقشه 1300 روزی آبادانی تا جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پررنگ کارهای آبادانی را جنبست نموده حسن شهر خوجند را باز هم زیباتر می‌نماید. گزارشی سومن حمید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.